بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم حمد و ثنا و صفت میفرستیم به الله سبحانه و تعالی که باز بر ما و شما فرصت عمر داد و توفیق نصیب کرد که در درس از درس‌های توحید بشینیم و الله سبحانه و تعالی را اما قسمی که به جلال و عظمت شایسته هست بشناسیم. درس 15 شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 15 نامهایی که به قدرت و عظمت الله سبحانه و تعالی دلالت میکنند. در قرآن عظیم الشان نامهای الله سبحانه و تعالی و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نامهای از نامهای الله هستند که این نامها به جلال و عظمت و کمال و قدرت و کبریای الله سبحانه و تعالی دلالت میکنند. الله سبحانه و تعالی میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. این سوره حشر آیت 23 است. در جمله نامهای الله سبحانه و تعالی که به جلال و عظمت الله سبحانه و دلالت میکنند نامهای المالک، الملک و الملیک. این نامها در اسماء الله الحسنا به این مفهوم است که اول این نام مالک و ملک و الملیک الله سبحانه و تعالی نامهای ذات قدرتمنده که دارای مالکیت و تصرف در تمامی مخلوقات در دنیا هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید: قل اللهم مالک الملک. آل عمران آیت 26. و علامه ابن کثیر میگه که و انه مالک الملک المتصرف، میگه الله سبحانه و تعالی مالک این ملک است، این دنیا هست، این جهان است و در او متصرف است. یعنی مالکیت الله که مالک متصرف است، کسی دیگه تصرف کرده در این کائنات نمیتونه، نه در آفتاب، نه در زمین، نه در آسمان. مالک متصرف حقیقی تمام کائنات است. یقلب لیله و نهاره، شب و روز از او چی میکنه؟ شب و روز از او تغییر میده. علامه الجزائری رحمه الله می نویسد: المالک صاحب الملک المتصرف. میگه مالک به معنای صاحب ملک است. المتصرف کیف یشاء، یعنی این توحید در تصرف است که انسان مؤمن عقیده داشته باشه که در دنیا تمامی کائنات که هست مالک متصرف ازی الله سبحانه و تعالی است و کسی دیگه تصرف کرده نمیتونه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح بخاری هست که در عقب هر نماز فرضی میگفتن: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد. یعنی الله سبحانه و تعالی له بر ازو چی هست؟ مخصوص ازو هست ملک و مالکیت و تصرف تمام عالم هستی. پس کسی که به نام المالک و الملک و الملیک الله سبحانه و تعالی عقیده داشته باشه، به این عقیده می داشته باشه که الله متعال مالک متصرف تمام صاحب هزینه هست. ما مالکیت ما چی هست؟ مجازی هست، اما مالکیت الله حقیقی هست. ما در امور بسیار عادی که برای یک مخلوق شایسته هست تصرف میکنیم. مثلا میتونیم که دست خدا بگیریم غذا را بخوریم و بنوشیم، لکن مالک متصرفی که این عالم هستی را کنترل میکنه، این عالم هستی را خلق کرده و مالک حقیقیش هست و از نزد از اون مالکیت از هیچ وقت قطع نمیشه. ما و شما مالکیت ما چی هست؟ یک چند پدجی ما پیسه داریم، بازار که رفتیم کل پیسه خلاص میشه، پس مالک از اون پیسه نیستیم. باز مالک یک لباس یک پاسیم، دیگر از اینا هم کنه میشه، ختم میشه.
مالک متصرف تمامی کائنات الله سبحانه و تعالی هست. الذي يملك جميع السلطات والصلاحيات في السماوات والارض. اینجا چی میگه یک عالم؟ میگه الذي، او ذات هست که تمامی سلطه ها و صلاحیت ها را در آسمان ها و زمین این مالک هست. دوم، نام های المالک و الملیک الله نام های هستند که ذات قدرتمند را معرفی میکنه که مالکیت و تصرف و قضاوت در آخرت هم مربوط از او هست. همین قسم که در دنیا بود آیات قرآن بیان میکنه و اینمی قسم که در دنیا میگه لله ملک السماوات والارض، مخصوص الله هست مالکیت آسمان ها و زمین. همین قسم الله متعال میگه که الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سوره فاتحه آیت 4 مالک یوم الدین. امام طبری رحمه الله چی میگه؟ میگه انه مالک جمیع العالمین، الله صاحب تمام عالمیان هست، جمادات است، نباتات است، گازات است، کل از اینا مایعات از جامدات، گازات و تمام عالمی که هست، عالم انسان، عالم ملائکه، عالم جن، دیگه عالم های حیوان، پرنده ها و خزنده ها، مالک تمام از این مخلوقات کی است؟ الله هست و مصلحهم و ناظر لهم. علامه بیضاوی میگه و هو المالک هو المتصرف، متصرف است فی الاعیان المملوکه کیف یشاء، هر قسمی که خواسته باشه در اونا تصرف میکنه. و عالم دیگه به نام واحدی نشاپوری چی میگه؟ مالک یوم الدین میگه قاضی یوم الجزاء، قاضی یوم الجزاء، فیصله کننده هست در روز جزا و حساب، لانه متفرد فی ذلك اليوم بالحکم، یعنی در روز آخرت حاکم. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، بخاطر از که مالک متصرف و فیصله کننده و قضاوت کننده در آخرت، در جنت، در دوزخ، در صراط، در حساب، در بعث، در یوم حشر، در تمام از اینا مالک متصرف و فیصله کننده کی هست؟ الله سبحانه و تعالی هست. چرا؟ بخاطر که الملک و الملیک الله هست. سوم، همین نام ها دلالت میکنه نام های ذات قدرتمنده که مالکیت حقیقی و فرمانروایی حقیقی مخصوص از او است. مالکیت حقیقی و فرمانروایی حقیقی مخصوص از او هست. ذلکم الله ربکم له الملک. الله متعال ذات به عظمت خود معرفی میکنه، میگه الله رب شما هست، له الملک، مخصوص از او هست چی؟ مالکیت حقیقی و فرمانروایی حقیقی. متوجه هستید این کلش مربوط از او هست. له یعنی خاص در از او هست این مالکیت حقیقی. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اما او مخلوقات را که شما عبادت میکنین و طلب میکنین، اونا میگه مالک پوست نازک یک خسته خرما نیست. شما وقتی که یک خسته خرما را پوست میکنین، در داخل ازی همو دانه خرما هست و در همو دانه خرما کسی یک پوستک داره، این پوست ازی را قطمیر میگن. یعنی مالک متصرفی که در پوست همی خرما، پوست خسته خرما تصرف داره کی هست؟ اینها دمی تصرف کردن نمیتونن. یعنی کسایی که شما عبادت میکنین، بت‌ها را عبادت میکنین، مخلوقات دیگه را، هر چیز را که شما عبادت میکنین، الله متعال میگه که اونا حتی صلاحیت دمی نداره، نمیتونه یکیش کمی پوستک خسته خرما را چی کنه؟ دور بکنه یا زیاد بکنه. سبحان الله. امام طبری رحمه الله میگه له الملک، الملک و ملک الدنیا والآخره و سلطانهما لا لغیره. میگه او ذاتی که مخصوص از اون ملک است، مالکیت و تصرف دنیا و آخرت است، لا لغیره، میگه نه برای کس دیگه، بغیر از اون نیست. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. تبارک، بسیار با برکت سو ذاتی که به دست از او هست
مالکیت و تصرف تمام مخلوقات و هو علی کل شیء قدیر و او بر هر چیز قادر و قدرتمند است. رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام بخاری رحمه الله میگه که عن ابی هریره رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو هریره رضی الله عنه میگه که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که یقول، میگفت که یقبض الله الارض و یطوی السماوات بیمینه، الله سبحانه و تعالی قبضه میکنه امی زمین را و آسمان ها را با دست راست خود چی میکنن؟ اما تا یطوی، مثل که یک کسی یک کاغذ مثلا چی میکنه؟ تو کلوله میکنه. الله متعال امی قسم آسمان ها را با قدرت و عظمت شما سعی کنین. الله متعال چی ذات بزرگ و با عظمت است. میگه ایره هم امی قسم آسمان ها را هم با مو یطوی، یعنی هم توش میته و کلولیش میکنه. ثم یقول انا الملک، بعد از او الله سبحانه و تعالی میگه که من ملک هستم. این ملوک الارض، کجا هستن پادشاه های زمین؟ مالک متصرف حقیقی الله هست. این قسم انسان باید الله را بشناسه. این قسم الله را به اولادهای خود معرفی کنیم. این قسم به الله را بشناسیم که مالک متصرف. بید امام طبری رحمه الله چی میگه؟ بیده ملک الدنیا والآخره و سلطانهما نافذ فیهما امره و قضاؤه. میگه الله سبحانه و تعالی به دست از او هست مالکیت دنیا و آخرت و سلطانهما و سلطنت دنیا و آخرت نافذ فیهما، در امی دنیا. نامهای السبوح و القدوس الله سبحانه و تعالی، همین قسم که در آیت شریف الله سبحانه و تعالی می فرماید هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس. بس اینجا در نام قدوس الله سبحانه و تعالی امام مسلم رحمه الله روایت میکنه عن عائشه، از مادر ما و شما و مادر صحابه و مادر تابعین و مادر تمام اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مادر تمام مسلمان ها به شهادت الله بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها این روایت میکنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقول فی رکوعه و سجوده. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که رکوع می نمودن و وقتی که سجده می کردن چی می گفتن؟ می گفتن سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. سبوح قدوس، یعنی این دو نام از نامهای الله متعال چی مفهوم و دلالت داره که یک انسان موحد، یک خواهر موحد ما، یک برادر موحد ما، یک جوان موحد ما، یک مادر موحدی ما، یک دوست و یک مؤمن موحد ما این باید بشناسه. اینال اول ای القدوس، السبوح و القدوس نامهای ذات با عظمت و جلال هستند که از تمامی عیبها و نقصانها پاک و منزه هست. این قسم انسان باید عقیده داشته باشه که وقتی میگیم که سبوح قدوس رب الملائکه و الروح، به این معنی که او ذات هست که پاک است و منزه است از تمام عیبهایی که ما مخلوقات داریم. ما چقدر عیبها داریم؟ بسیار عیبها داریم. از تمام عزیزات ذوالجلال پاک و منزه است. از تمام نقصانهایی که مخلوقات داره، در مخلوقات نقصان میبینین، این نقصانها از کل زی الله سبحانه و تعالی پاک است. چرا؟ سبوح قدوس. عزالدین ابن السلام یک عالم بسیار بزرگوار است. او چی میگه؟ میگه القدوس المبارک او الطاهر او المنزه عن القبائح. میگه وقتی که نام قدوس الله را شنیدی باید بفهمی که ذاتی که مبارک است، بسیار با برکت است. او الطاهر، یا ذاتی که بسیار پاک است از تمام نقصان ها. او المنزه عن القبائح، یا ذاتی که
منزه است و پاک است از قبایحی که مخلوقات دارن. از تمام ازی الله سبحانه و تعالی پاک است و منزه است. عبدالرحمن ابن ناصر ابن عبدالله السعدی این عالم میگه که المعظم المنزه عن صفات نقص کلها. چی معنی قدوس؟ چی معنی سبوح؟ یعنی ذاتی که معظم است، بسیار با عظمت است. المنزه منزه و پاک است عن صفات نقص کلها، از صفات نقصان، از تمامی صفات نقصان، از تمامی از این پاک منزه است. و ان یماثله احد من الخلق، از این هم پاک است که مثل از او کدام مخلوق باشه. نه هیچ مخلوق مثل الله سبحانه و تعالی شده نمیتونه. فهو المتنزه عن جمیع العیوب، پس الله سبحانه و تعالی پاک است از تمام عیبها. والمتنزه ان یقاربه او یماثله احد فی شیء من الکمال، و منزه است از این که به او نزدیک شوه یا مثل شوه. هیچ کسی در چیزی از کمال از او کسی نمیتونه که به کمال الله سبحانه و تعالی برسه. نه ملائکه، نه نبیین، نه صدیقین، نه شهدا، نه صالحین. هیچ کسی نمیتونه، هیچ مخلوق نمیتونه که به کمال و جلال و عظمت ذات سبوح قدوس برسه. این صفات الله هست. عن ابن عباس، علامه ابن عباس رضی الله تعالی عنه صحابی جل قدر عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، اینال عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چی میگن؟ میگه قال سبحانه، قال تنزیه الله نفسه من السوء. یعنی وقتی که الله سبحانه و تعالی، یعنی پاکی الله سبحانه و تعالی، یعنی الله متعال ذات با عظمت و نفس خود از زشتیها تنزیه و پاک منزه قرار داده هست. صاحب کتاب الوجیز فی اسماء الله الحسنى نشته میکنه الصبوح هو المنزه عن النقائص. صبوح منزه و پاک است از نقصانها و العیوب و عیبها و الزوجة و از همسر داشتن و الولد و از فرزند داشتن و الشریک الذی و از شریک الذی او ذاتی هست که یصبحه من فی السماوات والارض، او را به پاکی و با عظمت یاد میکنه تمام آنچه که از مخلوقات در آسمان ها و زمین هست. پس این همچنان سبوح القدوس ذات با عظمت هست که علامه ابن جوزی میگه که الطاهر من العیوب، یعنی او ذاتی هست که پاک است از عیبها. المنزه عن الانداد والاولاد، از اولاد و از شریک ها و از یا تمام از اینا الله پاک است. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. الله سبحانه و تعالی میگه یسبح و تسبیح میگویند لله، برای الله سبحانه و تعالی ما فی السماوات، تمام آن مخلوقاتی که در آسمان ها هستند، و ما فی الارض و تمام این مخلوقاتی که در زمین هستند. الملك القدوس العزیز الحکیم، او ذاتی که مالکیت و تصرف داره. القدوسی که پاک از تمام عیبها هست. العزیز الحکیم، عزیز غالب و با عزت است. الحکیم حاکم با حکمت است. این قسم است که علامه شنقیطی میگه ان التسبیح هو تنزیه الله عن كل ما یلیق بکماله و جلاله. اگر شما میخواین که الله تسبیح بگوین و بگوین که سبوح و قدوس است، به ایمانا که تنزیه الله از تمامی که ما لا یلیق و از تمامی آن چیزی که لایق نیست به کمال و جلال الله سبحانه و تعالی. نام السلام الله سبحانه و تعالی یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی که در قرآن و سنت ثابت است. السلام از هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام.
اینا نام سلام الله سبحانه و تعالی چی معنا میده؟ السلام نام ذات با عظمت و جلال هست که صاحب سلامتی هست، یعنی سلامت است در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در احکامش، در تمام از اینا از تمامی نقصان ها سالم و پاک است. السلام. ابو سعود عمادی نشته میکنه میگه السلام ذو السلامت من کل نقص و آفه. السلام ذاتی هست که دارای سلامتی هست از تمامی نقصان ها و آفات. مصدر این مصدر است که وصف به للمبالغه، برای مبالغه وصف شده الله سبحانه و تعالی. امام مسلم روایت میکنه عن ثوبانه قال كان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم قسمی عمل داشتن که اذا انصرف من صلاته، وقتی که از نمازشان منصرف یعنی ختم میکردن نماز خود را، استغفر ثلاثا 3 مرتبه استغفر الله میگفتن و قال و باز میگفتن اللهم انت السلام، یا الله تو ذات هستی که سلامت هستی از تمامی عیبها، و منک السلام و سلامتی از جانب تو بر ما میرسه، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بسیار با برکت هستی ای صاحب جلال و اکرام و عظمت. دوم نام ذات با عظمت و جلال است که سالم و سلامت از تمامی عیبها به خاطر کمالش در ذات، صفات، افعال و احکامش می باشه. یعنی نام او تو ذاتی هست که او به خاطر جلال و عظمتش از تمامی نقصانهایی که مخلوقات داره پاک است. علامه ابن کثیر رحمه الله میگه که السلام ای من جمیع العیوب و النواقص، یعنی الله السلام و سلامت است از تمامی عیبها و نقصانها، بکماله فی ذاته و صفاته و افعاله، به خاطر کمالش در ذاتش و در صفاتش و در افعالش. سبحان الله. عبدالرحمن السعدی یک مفسر قرآن است، او میگه فالقدوس کالسلام ینفیان کل نقص من جمیع الوجوه. اینمی قسم میگه که نام قدوس است، قدوس هم مثل نام سلام هست، یعنی نام القدوس الله و نام السلام الله میگه اردوی از اینا نفی میکنن تمام نقصانها را من جمیع الوجوه، که الله سبحانه و تعالی را عمیق قسم بشناسی که ات ذات با عظمت است که از تمام نقصانها، از تمامی این نقصانها پاک و منزه است. و یتضمنان و همچنان ای القدوس السلام شامل چی می باشند؟ یتضمنان الکمال المطلق، کمال مطلق من جمیع الوجوه. سبحان الله. در از تمامی نواحی الله متعال داخل چی است؟ دارای کمال هست، در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در عباداتش، در نامهایش ذات کامل هست. و همین قسم ذات است که از تمامی عیبها الله متعال چی است؟ پاک و منزه هست. چقدر علمای بزرگوار خوب تشریح میکنن. یک عالم دیگه عبدالعزیز جلیل هستی چی میگه؟ میگه انه الحی الذی سلمت حیاته من الموت. سبحان الله، چقدر خوبش تشریح میکنن. میگه الله ذات حی زنده هست که سلمت حیاته، که زندگی و حیات از او سالم است، من الموت، از مرگ. ما و شما حیات ما به مرگ است. هر شب که خواب میکنیم در خواب میمیریم. الله سبحانه و تعالی ذاتی هست میگه که حیاتی داره که حیات از او الحی است که حیاتش از مرگ چی است؟ سالم هست. و سنتی و از مقدمات خواب الله متعال سالم هست. و نوم از خواب و تغییر و از تغییر کل صورت، یعنی ذات حی است که از تمامی، از خواب و از مرگ و از کل ازیا
پاک و سالم هست. القادر الذی، او ذات قدرتمندی هست که سلمت قدرته من اللغو. فهم زیبا. الله اینا را اجر بده و رحمت بده. چقدر زیبا خوش انسان میه وقتی که امو تشریح نام های الله را میکن. میگه الله القادر است، ذات قدرتمند است. او تو قدرتمند، سلمت قدرته من اللغوب والتعب والاعیاء والعجز عما یرید. یعنی ذاتی هست که قدرتمند است و قدرتش سالم هست. از چی؟ از خستگی، از پریشانی، از عاجزی، از تمام این چیزها الله متعال پاک هست، سالم هست. امی یهودی ها صفت سالم الله را نفهمیده بودن، از این خاطر اینا خیستن بیادبی کردن، گفتن الله متعال در 6 روز زمین و آسمان خلق کرد، در روز هفتم استراحت کرد به خاطر که خسته شده بود. الله متعال رد میکنه اینا را. الله باید قسم بشناسی که الله متعال میگه که هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما یشرکون. پاک است الله از آن چیزی که اونا به الله شریک میکنن یا به الله نسبت میکنن. و در سوره قاف میگه ما مسنا من لغوب، وقتی که ما آسمان ها و زمین خلق کردیم برای ما کدام خستگی نرسید. الله ایره نفی کرده. از این خاطر انسان مسلمان وقتی که نام السلام الله را میفهمه میگه انه الحی الذی سلمت حیاته من الموت، القادر الذی، قدرتمندی که سلمت قدرته من اللغوب والتعب والاعیاء والعجز اما یرید، از آنچه که اراده کرد از یک کلش سالم هست. العلیم الذی، سعی کنین هر نام الله سبحانه که از سالم چقدر زیبا میگه العلیم الذی. تو بفهمین که الله ذات علیم است، سلم علمه، سالم است علمش، ان یعزب عنه مثقال ذره او ان یغیب عنه معلوم. یعنی ذات علیم هست که علم از او سالم است، از این که به اندازه مثقال ذره از او غایبانه چیز معلومی از معلومات ها. و کذالک سایر صفاته، و امی قسم هر صفتش یعنی قاعده کلی هست. یعنی ذات الرحیم چه قسم ببین؟ الرحمن الرحیم الذي سلمت من الظلم. او ذاتی که با رحمتی که از ظلم و از اینا پاک هست. القدیر الذی، ذاتی با قدرتی که سلمت قدرت و قدرتی از اون از عاجزی پاک است. نامش ببین کلش به امر دیگه، به خاطر که الله سبحانه و تعالی ذات است که السلام. چه نام زیبای الله است السلام، یعنی سالم، تمام صفاتش سالم است از تمام عیبها. با هر نامش وقتی سالم نبینی، الحی الذی سلمت حیاته من الموت، من الموت و من النوم، سالم است حیاتش و سالم است قدرتش از ضعف و عاجزی. این کل نام السالم الله سبحان الله. سوم نام ذات با عظمت و جلالی که از احتیاج به غیرش سالم می باشه. یعنی یک عالم نشته میکنه میگه واستواؤه و علوه علی عرشه. سعی کنین کسایی که نمیفهم این نقاط باز برشان سوالا پیدا میشه، مشکلات پیدا میشه در مسئله استوای الله بر عرش، باز جنجال ها پیدا میشه و باز میگن ایمایی رو تعویل میکنیم و مسئولی استوا نکرده، استولا هست و چطور است چنان است. این عالم وقتی که نام السلام الله را تشریح میکنه میگه واستواؤه و علوه علی عرشه، میگه الله متعال وقتی که استوا کرده و عالی قرار گرفته علی عرشی بر عرشش، سلام الله سالم است من ان یکون محتاجا الى ما یحمله
او یستوی علیه، میگه الله متعال سالم است از این که محتاج باشه به او چیزی که حملش میگه او یستوی علیه یا بالای از او استوا نموده هست. یعنی الله متعال به عرش نیاز نداره، محتاج از این است، او مخلوق از این هست، بل العرش محتاج الیه. سبحان الله. یا الله بر ما عقیده توحیدی واقعی نصیب بکن، تو عقیده توحیدی که نامهای تو را و صفات تو را و عظمت تو را و جلال تو را همو قسم که به جلال و عظمت شایسته هست بفهمیم و این توحید تو سبب نجات ما در وقت مرگ شد و وقتی که آخری کلمه از زبان ما خارج میشه بگوییم که لا اله الا الله محمد رسول الله و با عقیده توحیدی از این دنیا بریم. بفهمیم که الله سبحانه و تعالی وقتی که استوا بر عرش کرده محتاج به عرش نیست، بل العرش محتاج الیه، عرش محتاج به الله هست و حملته محتاجون الیه و ملائکه که عرش حمل میکنه اینا هم محتاج هستند به الله. فهو الغنی عن الحرش و عن حملته. الله سبحانه و تعالی غنی است از عرش و از حمله عرش و عن کل ما سواه و از تمام مخلوقات الله متعال غنی هست. فهو استواء و علو لا یشوبه حصر. استعلای الله و علو الله به شکل هست که در اونجا حصر نمیه، ولا حاجت به الى عرش ولا غیره ولا احاطه شیء به سبحانه، بل کان سبحانه و تعالی ولا عرش، بلکه الله موجود بود و عرش نبود. ولم یکن من حاجت الیه و هو الغنی الحمید. ذات هست که به هیچ چیز محتاج نیست. سبحان الله. این قسم الله سبحانه و تعالی را بشناسیم. دیگه نام با عظمت و جلالی که از عذابش کسی که مستحق نیست سلامت می باشه. سبحان الله. یعنی الله السلام هست. چی معنی السلام هست؟ یعنی ذاتی هست که از عذابش کسی که مستحق عذابش نباشه سالم می باشه. یا الله ما را مستحق عذابت نگردانی. یا الله مستحق عذاب تو کسی است که عقیده درست نداشته باشه. یا الله کسی که صدق نداشته باشه و اخلاص نداشته باشه و ایمان نداشته باشه و شرایط کلمه را قبول نداشته باشه و به حاکمیت طاغوت تسلیم باشه و وحدانیت تو را قبول نکنه. یا الله ما با وحدانیت تو ایمان داریم، به جلال و عظمت تو ایمان داریم. یا الله ما را از جمله کسایی بگردان که مستحق عذاب تو نباشند، چون السلام ذات با عظمت هست که از عذابش کسی که مستحق عذاب نیست سلامت می باشه. الله متعال چی میگه؟ سلام قولا من رب رحیم. الله متعال در روز قیامت صدا میگه سلام قولا من رب الرحیم. سلام هست که این قول است من رب الرحیم که گفته میشه از جانب پروردگار با مرحمت و خطرش جاییست که میگه وامتاز الیوم ایها المجرمون. برای موحدین الله متعال سلام و سلامتی میگه و برای مجرمان میگه برای این کسایی که در عقیده توحید مردم در شک منداختین، تسلیم طواغیت میشدین، از طاغوت ها میترسیدین و به خاطر از اینکه طاغوت از شما راضی شود بر از اونا چاپلوسی میکردین و آیات قرآن کتمان میکردین. ان الذين يكتمون ما انزلنا من الكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون. اینیش است که میگه وامتاز اليوم ایها المجرمون. شما مجرمان دارین، لکن الله متعال برای مؤمن موحدی که عمیق قسم نامهای الله را بشناسن و مخلصانه و صادقانه به اینا عقیده داشته باشن، الله متعال میگه سلام قولا من رب الرحیم. علامه زجاج چی میگه؟ السلام هو الذي سلم من عذابه من لا يستحقه. میگه سلام ذاتی هست که از عذاب از او سلامت می باشه کسی که
مستحقش نباشه. و شعراوی یک مفسر است نوشته میکنه که این سلام است که معنایش سلامتی از جانب الله می باشه. به طرف از این سعادت میگه شما ببینید که الله متعال روز قیامت را مستقیما خطاب میکنه که سلام قولا من رب الرحیم. فرق است میان این که تو را خالق متعال سلامت نگه داره و ببین که این که تو را با سلام الله متعال تو را خوش آمدید بگوید. سلام علیکم، ملائکه میگه سلام علیکم طبتم فادخلوها. حتی در جنت میگه سلامتی بر شما، سلام بر شما، از داخل شوید. انه السلام